یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. درود بینندگان ارجمند برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین. اینک باز با محبت مهمون کاشانه های پر از صفای شما گردیدیم. چهره امروزه برنامه ما است یک نفر هنرمند دوست داشتنی، هنرمندی که با نقش های خود در دل مخلصان، در دل هوادارانش سال هاست که مسکن گرفته است. این است هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالقیسف. و سر سفره برنامه ما حضور دارند مهمان بسیار ارجمند، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دوست شیرعلی عبدالقیسف، دولت عبیداللهیف. خوش آمدید. آباد باشید، موفق باشید. دوستی و آشنایی های شما با چهره امروزه برنامه ما شیرعلی عبدالقیسف از کدام سال شروع شده است؟ آشنایی ما، شناسایی ما سالهای دانشجویی، سالهای 72-73 وقتی که اکای شیرعلی کرسی پنجم بودند. خب دیگر ما دانشجویان کرسی اول تمرین های اونها می دیدیم، کارهای دیپلمی داشتن و از همون وقت می دانستیم ایشانم با همون موی های دراز و سیرمویی که داشتن، موی های زیادی خوشروی موجدار داشتن. در کار دیپلمیشون در تئاتر لاهوتی میگذشت کارهای دیپلمی. اون سالها یک بار 3-4 اثرهای کلان روی صحنه می آوردن دانشجویان کورس‌های اکتوری، کارهای دیپلمیشون. و یادم است همون شب و روزی که امتحان کارهای دیپلمی اکتورها می رفت در تالار تئاتر لاهوتی، شاید باران باریده بود همون شب و روزها، ماهای همین می باران باریده بود و همین صحنه تئاتر لاهوتی یک جایش میچکید و اینا یک اثر بسیار کلاسیکی روس را بازی دارند یا مالیر یا فرانسوی را بازی دارند و در خانه یکی از اشرافزاده ها اکای شیرعلی مهمان می شود و صحبت کرده ایستاده است و ناگاه همین آبی بارون به سرش می زند و بالا بها می چد که این خانه اشرافزاده اینقدر بامش سوراخ و همین بهای عجایبی بود. و در همه کورس ها در وقتی که اون تحلیل می کردیم در علاقدگی همین بها دادن اکای شیرعلی یک از دهان به دهان در اینستیتوت پنج شده بود. خلاص یک هنرپیشه و دوست و بسیار دوستی صمیمی است، دوستی فداکار است اکای شیرعلی و هنرمندی خدا داده است و هنرمندی است که بسیار انگشت شمارند چنین هنرمندها. اهل مطالعه‌اند، اهل اندیشه‌اند و در کارگردانی هم کارگردانی اند که میل به سوی اندیشه دارد کارشان، چی در هنرمندی و چی در کارگردانی و همچون انسان نیز اینقدر مهربان، بسیار دلی پر از محبت و اینقدر دلی کلان دارد، دل رحیم دارد. انا همین خیلی یک انسانی است اکای شیرعلی. خب دوستی ما در تئاتر لاهوتی آغاز شد
آشنایی از اون دوره، دوستی در تئاتر لاهوتی. ما دانشگاه رو ختم کردیم سال 76 آمدیم به تئاتر لاهوتی. من یادم است که بعد از کجای به کجای باید میکوچید، از این یک اجاره که می نشست باید دیگر جا. بعد ما همون جوانای تئاتر رفته کمک همون کوچ و باری اکی شیرالی رو برد، همه دوست می داشتن شیرالی و دوست می داریم هم. دوستی در تئاتر شروع شد و چند سالی که ما از سال اگر 76 گیریم تا به این سال خیلی میشه ما دوستیم، اکی شیرالی رو دوست می‌داریم، به خانه یکدیگر میرویم میآییم، در معرکه‌های یکدیگر اشتراک میکنیم. ولی همچون کار ایجادی وقتی که من در رشته کارگردانی تحصیل کردم و اومدم، در همه کارهای من اشتراک میکردن اکی شیرالی و کاری که یک جایه کار کلانی که کردیم این دون ژوان مالیر بود و صحنه گذاشتید، روی صحنه آوردیم و اکی شیرالی نقش اساسی را بازی میکردن. همچون هنرمند شیرالی عبدالقیسов چگونه هنرمند؟ همچون هنرمندی که به یک امپلوئه قانع نیست. مثلا هنرمندایی هستن که من فقط رول‌های مثلا عاشق‌ها را بازی کرده میتونم، من رول‌های مثلا مسحکه را بازی میکنم، من رول‌های درام و یا تراژدی نه. اکی شیرالی هنرمندی هستند که دیاپازونی وسیع دارند، یعنی تمام نقش ها رو میتوانند بازی وای میتواند خیلی عالی نقش مثلا یک مسحکه را بازی کند، مثلا خیروگی چیخ را بازی میکرد، عالی بازی میکرد. در هاشم گدایف روی صحنه آورده بود، همون سالایی که اینا تمام کردن آمدن، یک سال نیم سال پس هاشم گدایف با اینا یک پارچه‌های اثرهای یک پردگی چیخوف روی صحنه آوردن و همین دندانکنی را عالی بازی میکردند، به حد عالی. تا به حال در گوشم صدای اکی شیرالی، همون ناله هایی که از درد دندان بسیار ناله های پردرده که میکشیدن، همون حتی مانده است در گوشم. بسیار عالی بازی کرده بودن اکی شیرالی. گفتم دیاپازون خیلی عالی دارند. رول های جدی، مثلا رول های ریولوشنیر رو مثلا قهرمان ها را بازیدند خیلی جدی. خب نقش های مثلا گفتیم که دون ژوان، در دون ژوان نقشی منفی است. گپ در این که منفی در اول منفی میتابد، ولی آهسته مثل همه انسان ها که بسیار اثری، بزرگترین اثری مالیر است و اثری است که مثل یک قصه صوفیانه است و ما کوشیدیم که به همین همچون یک قصه صوفیانه به این اثر نگاه کنیم و با اکی شیرالی هم فکر بودیم، چون که همین دو نفر تمرین رو میکردیم. همین اکی شیرالی خطی ما قریب که همسایه هستیم و از تئاتر میبر اومدیم تو خانه پیاده میرفتیم و فقط گیری دون ژوان و فلسفه همین قصه صحبت میکردیم و در آخر یک اثر خوب روی صحنه اومد، یک اثری که یک جنبه عرفانی هم داشت. انسانی که با این همه کمبودی ها در آخر
به یک آگاهی میرسد و تماما به کلی زندگی خود را تغییر میدهد و در آخر به حق میرسد. همین خیلی همین گونه اثر را روی صحنه آوردیم و بهترین ساعت هایی که من تمرین میکردم با اکای شیرالی بود. من دیگر آن نیستم که دین بیگاهی بودم. آسمان دل دیدنی من را روشن کرد و من الان در دهشتم از تمام کردارهای نفرت انگیزم و روزگاری رندانه‌ای که پیش داشتم. من همه کردارهایم را پیشی رو آوردم. از آن در حیرتم که چطور آسمان آنها را تحمل میکرد و تا حال کمش 20 مراتب نفرت و غضبش را به سر من فرو نریخته است. من بر حالا میبینم چطور آسمان به من مرحمتی کرده جزای سزاواری گناهایت را نداده است. من نیاز دارم که در فرصتی به من دست داده تمامی عالمیان را باور کنم که من خواسته من به کلی تغییر یافت و بکشم با رفتاری نمونه بلوچ الهی سزاوار شوم. آسمان گناهایم را ببخشد. از شما التجا میکنم برای به این مقصد رسیدن به من پیر توصیه کنید که با راه درست هدایت کند و راه بلد شود. در تئاتر همه ایشان را دوست می‌دارند، همسایه ها هم دوست می‌دارند، در کوچه می‌روید همین مردم هم دوست می‌دارند. خب چگونه انسانان در زندگی چهره امروزه این برنامه قدر گفتم که آدمی حلیم، مهربان، کریم، رحیم، دوستی بسیار شفیق، رفیق بسیار شفیق. انا خیلی نصری مسجع مانند حرف زدیم. انا بسیار دوستی صمیمی‌اند، هیچ وقت دوست را تنها نمیگذارند. این خصلت ها نه در همه است. ما هم در زندگی خیلی سردی ها و گرمی ها رو دیدیم، ولی با اکای شیرالی دوستی هست که باور کرده می شود. انا همین گونه دوست هستند. در راه ایجاد استاد به واسطه چهره امروزه برنامه مو شیرالی عبدالقیسوف کی باشم؟ در دانشگاه همه معلم های دانشگاه اصلا استادای همه ما هستند، چون که از همشان درس گرفتیم، چیزی آموختیم. اکای تورخان احمدخانوف هم استاد شیرالی هستند. اکای روانشاد خوشنظر مهیبلیوش هم حق استادی دارند به ایشان. اکای شیرالی با بزرگترین هنرمند دنیا که عصر 20 از اون بزرگتر دیگر هنرمند نداده است، یکی از اتحاد شوروی لورنس ایناکینتی میخائیل سماکتونوفسکی بود که بسیار دوست صمیمی بودند. من مکتوب‌های سماکتونوفسکی را با اکای شیرالی خواندم. شیرالی برات انا خیلی می نوشتم، همون بزرگوار. همون بزرگوار هم همین فعل شیرالی داشت. همین خصلت ها و فعل و رفتاری اکای شیرالی با سماکتونوفسکی مانندی است. خیلی در یک سادگی اهل نبوغ را دارند. این همین سماکتونوفسکی هم همین گونه و اکای شیرالی هم همین دو بزرگواری که خصلت‌های فرشته خویی دارند و استادانشان اکای تورخان مهیبلیف و خب بزرگوار اهل هنر ایناکینتی میخائیل سماکتونوفسکی هم حق استادی دارند. شاید تا جایی حتما با همون دارند. انا همین خیلی از این گونه استادا درس آموخت.
درس آموختند و خودشون، من در بالا گفتم، اهل مطالعه. اگر لازم شود یک کتابی نمیدونم 300 400 ورقه رو در یک شب میخوانند و خلاصه می نویسند. این کاری هر کس نیست. اوچه صاحب خدایا اوچه جان سلام اوچه جان قد خامت اگر اوچه جان با چشمونم باور نمیکنم بچه صاحب اوچه جان قد خامت ازت برگشتی خدا را شکر خدا را شکر صحت سلامت اوچه خوبون کنی چرا ما اینجا ایستادیم به خانه درویم کمپیر تو یک چایمون چای به خانه درویم صاحب جان عالمی ساحه کسب خودش هست، عالمی ساحه تئاتر است. از اکه شیرالی تفسیرگری خوب در تئاتر کم است. بسیار جنبه های رویه های تئاتری. عالمی ساحه کسب خودم گفتیم 3 کتابی پرارزش نوشتند و چندین رساله های علمی در موضوع هنری تئاتری و برنامه های علمی دستوری دانشگاه صنعت را نوشتند. بله، روچوب آوردن. یک کاری علمی بسیار خوبی کردند. کفی نادان در قلمرو گونگی من نغمه سرایی میکنه. خداوندم من بسیار گفتم شاه مستبید باید بسیار عمل کند و کم سخن بگوید. ولی چیزی مرا تشویش میدهد. وی گفت که زنش مادرش در چمنزاری گلهای نیلگونی کوکنارزار سیر کردن را دوست می داشت. چیزی او را با آنجا می آورد. چی؟ مبادا وی دختر من باشد. از دیگر هنرمندان تئاتر شیرالی عبدالقیسف با کدام رفتار و خصلتش فرق میکند؟ مثل اکه شیرالی که به یک همه هنرمندان خوب زیادند، ولی جای اکه شیرالی در صدر بسیار بلند و هنرمندی هستند که قیاس نشونده، قریب که قیاس نشوندند. بله، هنرمندی هستند که اگر یک نقش را گرفتند با تمام وجودشان با اون کار داده می شوند و همین موظف بودن را بسیار خوب حس می کنند و درک می کنند. و اگر کاری را به اکه شیرالی مثلا سپاریدید، دلتون پر است که این کار به خوبی می انجامد. این کار روی صحنه را می بیند و تمام وجودش را به این کار می دهد. من میخوام باز از دیگر مسئله که همچون استاد شاگردان زیادی را بله،
بسیار شاگردان خوبی را درس گفتن و تعلیم دادن و از قبیل بختیار رحیمов تشریف خلیلов اونها هم شاگردای شیر علی هستند، ولی در تئاتر من منظورم تئاتر است. تشریف و بختیار شاگردان شیر علی هستند. بسیار طبیعی گرا هستند این بچه ها. ولی در تئاتر من منظورم در تئاتر نصرالدین اسدالله شاگرد شیر علی عبدالخیصف است. هنرپیشه های جوان امیدبخش صاحب استعداد نصرالدین اسدالله شجاعت بسیار هنرمند خوب است. خوش به حال اکای شیر علی که اینقدر با انسانی خوب بودن، انسانی شریف بودن، استاد خوب بودن و شاگردان خوب به وای رساندن، فرزندان خوب به وای رساندن و اینقدر فرشته خوبی داشتن، نقشای بسیار عالی چه در تئاتر و چه در سینما، نقشای بسیار عالی در سینما آفریدند و نقش و قیافه بسیار تاجیکانه خوبی دارند. من یک واقعه را نقل کنم. در قرقیزستان بودیم، بعد با همین دانجوان، بعد فستیوال بود و بعد یک بچه های تاجیک را، هنرمندای تئاتر تاجیک را جمع کردند و یک برنامه تلویزیونی کردند و چند ژورنالیست همین سوال و پاسخ و همین چیزا. بعد یکی از журналистов ба якай шерали гуфт ки вы так похожи на итальянцев, ки ман ҳамунҷа луқма парфтам ки нет, это итальянцы на нас похожи. яъни ҳамон қиёфаи хеле тоҷиконаву орионӣ доранд. تو فکر کن دخترم، من بنفشه را با همین دستانم بعد وفات پدرش به وای رساندم. من او را با همین دستانم کلان کردم. بنفشه برای من از تمام ثروت دنیا عزیزتر است، ولی تو باشی میخواهی او را بدبخت کنی. فکر کن دخترم، تو چیکار میکنی؟ میفهمی؟ در خانه ولنگاری کس وقتی خود را نمییابی. تو دختری زیبایی، با فهمی، با عقلی. اندیشه کن دخترم. از این منبر به همکار، دوست، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالخیصف شما چه تمنا دارید؟ آرزو دارم که اکای شیرعلی زودتر شفا یابند، سلامت باشند، تندرست باشند و اکای شیرعلی تمام خوشی های زندگی را خدا نصیبشان گردانند. برکه فرزندان، شاگردان، دوستان، همکاران را نصیبشان باد. خانهشان آباد باد،
بینندگان ارجمند، این بود برنامه تفریحی یاد روزگار شیرین که اطراف چهره امروزه برنامه هنرمند دوست داشتنی، هنرمند واقعا هم اصیل، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالقیسف منظور شما گرداندیم و در مهمانی برنامه حضور داشتن یک نفر دوست، همکسب و هنرپیشه خلقی تاجیکستان دولت عبیداللهیف برای صحبت بسیار صمیمی به شما اظهار تشکر میکنم. از این منبر به چهره امروزه برنامه شیرعلی عبدالقیسف پیش از همه تندرستی، خوشبختی و سعادت عمر را تمنا میکنم. تا برنامه های من بعده ظفریار و موفق باشید. السلام علیکم. سلام. رئیس از کرسی های چرمی به چوبی گذشتیدم. شاید رفته یک پیاله چای نوشیم. من تکلیف میکنم. تشکر. با نبیرم کمی سیر و گشت. مایلش خداحافظ. صحبت ها باقی. بابا جان یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت ای جوانی.